در غزه که پورا از جانب اسرائیل محاصره شده و یگان کمک اجازت داده نمی شود، گرسنگی ادامه دارد. در نتیجه ده ها نفر مخصوصا کودکان میمیرند. در همین حال دولت صهیونیستی تهدید میکند که عملیات حربی نوی آغاز میکند که از همه عملیات های پیشین سختتر و بزرگتر خواهد بود. هدف نهایی آن اشغال پوره غزه و تأسیس اداره دائمی حربی می باشد. بعضی ها میگویند که این عملیات آنقدر ویران کننده خواهد بود که مثل ضربه بمب اتمی خواهد بود. سردار ستاد کل ارتش اسرائیل هایل زمیر هشدار داده است که این عملیات کلان میتواند باعث کشته شدن گروگانان شود. وزیران تروریستی که پشتیبان این سیاستند میگویند که بعد آغاز جنگ دیگر هیچ یک پارچه زمین را بر نمیگردانند، حتی برای عوض با گروگانان. آنها میخواهند غزه را از همه فلسطینی ها تازه کنند. یک روزنامه‌نگار سیاسی اسرائیل می نویسد: در ارتش اسرائیل درک میکنند که سیاستمداران کشور را به یک راه میبرند که با شکنجه کردن غزه حماس مجبور میشود سازش کند یا اسرائیل تمام قلمرو غزه را اشغال میکند. آدمانی مثل اسموتریچ و بنگویر از سخنانشان برمیآید که آنها نمیخواهند حماس به سازش راضی شود. آنها میخواهند غزه را پر ضبط کنند و خود ارتش اسرائیل هم با این فکر راضی نیستند و از آن میترسند. در همین وقت باسم نعیم، یک راهبر حماس، گفت که با وجود گرسنگی سخت در غزه دیگر گفتگو درباره آتش بس معنایی ندارد. او دعوت کرد که جهانیان به حکومت بنیامین نتانیاهو فشار بیاورند تا کشتار و گرسنگی مردم غزه را قطع کند. سه تشکیلات سازمان ملل هفته گذشته از اسرائیل طلب کردند که محاصره را بردارد، زیرا گرسنگی جان مردم را به خطر می اندازد. روز دوشنبه نماینده مخصوص امریکا استیون ویتکوف گفت که امیدوار است تا وقت سفر دونالد ترامپ به کشورهای عربی سازش درباره آتش بس به دست می آید. ترامپ نیت دارد به سعودی، قطر و امارات سفر کند ولی به اسرائیل نمی رود. روز 4 می در خبرها گفته شدند که گویا نتانیاهو از ترامپ ناامید شده است. روزنامه واشنگتن پست مقاله چاپ کرد که در آن گفته می شود مشاور امنیت ملی ترامپ مایک والتز برای رابطه با اسرائیلی ها از کار برکنار شده است. گرچند که ترامپ رسما از اسرائیل و حکومت افراطی آن پشتیبانی می کند، ولی به نظر می رسد که از رفتار نتانیاهو خسته شده است. او تا حال نتانیاهو را نبخشیده است که سال 2020 پیش از اعلان رسمی این نتیجه های انتخابات بایدن را تبریک کرده بود. ترامپ در آن وقت گفت: وی خطا کرد، زود شتاب کرد. از همه پیشتر بایدن را تبریک کرد. بعد از آن دیگر با او صحبت نکردم. بگذار رود. حالا ترامپ به اسرائیل و نتانیاهو اهمیت نمیدهد. او دیگر مشکلات دارد، از جنگ اقتصادی با چین تا نیت جاری کردن 100% انداز برای فیلم هایی که در امریکا استحصال نشدند و گفته خودش برای نجات هالیوود در حال مرگ.